وقتی خدا زن را آفرید تا دیر وقت در روز ششم کار میکرد. فرشته‌ای کنجکاو نزدیک آمد و پرسید: پروردگارا، چرا ساختن این مخلوق اینقدر طول کشیده؟ خدا پاسخ داد: آیا دیده‌ای چه چیزهایی باید در وجودش باشد؟ باید بتواند هر شرایطی را تحمل کند، همزمان از چند کودک مراقبت کند، زانوهای زخمی و حتی قلب‌های شکسته را درمان کند و تمام اینها را فقط با 2 دست انجام دهد. فقط 2 دست؟ فرشته با شگفتی پرسید. خدا لبخندی زد و گفت: این مدل استاندارد است. فرشته گفت: و میتواند دوام بیاورد. در حالی که آرام زن را لمس میکرد ادامه داد: به نظر خیلی لطیف میاد. خدا با اطمینان پاسخ داد: بله، لطیف است، اما قوی تر از آن چیزی است که تصور میکنی. او میتواند چیزهایی را تحمل کند که حتی سنگ هم تاب نمیآورد و وقتی بیمار میشود خودش را درمان میکند. اگر لازم باشد تا 18 ساعت در روز کار میکند و فکر میکند، محاسبه میکند، مشکلات را حل میکند و اگر لازم باشد حتی بهتر از بسیاری از مردان مذاکره میکند. فرشته ایستاد و به او نگاه کرد، صورتش را لمس کرد و دید اشکی بر گونه‌اش جاری شد. پرسید: پروردگارا، آیا خراب است؟ نشت میکند؟ خدا با لبخندی آرام گفت: نه، این نشت نیست، این اشک است. راهی است برای بیان احساساتش: درد، تردید، عشق، دلتنگی، شادی و حتی غرور. فرشته وقتی